پروستات غده‌ای به اندازه گردوئه که در زیر مثانه آقایون قرار داره. این غده مایع منی تولید میکنه که وجود اون برای تغذیه و انتقال اسپرم لازمه. اگرچه پروستاتیت یا التهاب و تورم پروستات میتونه آقایون رو در هر سنی تحت تاثیر قرار بده، اما در مردان 50 ساله یا مسن‌تر شایع تره. سلام و درود خدمت شما عزیزان. به کانال یوتیوب دکتر لک خوش اومدین. در این ویدیو قصد داریم به روش‌های درمان طبیعی پروستات اشاره کنیم و مواد غذایی رو معرفی کنیم که به سلامت پروستات شما کمک میکنن. پس با ما همراه باشین. همچنین برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. از علائم پروستاتیت میتونیم به احساس درد یا سوزش هنگام ادرار کردن، تکرر در ادرار، به ویژه در شب، وجود خون در ادرار، درد در ناحیه شکم، کشاله ران یا کمر و انزال دردناک اشاره کنیم. در کنار درمانهای دارویی پیشنهاد میکنیم به نوع تغذیه خودتون اهمیت بدین. تجربه نشون داده که بعضی از داروهای گیاهی یا روشهای درمانی طب سنتی برای کاهش التهاب پروستات در اثر عفونت یا سرطان معجزه میکنه. در این مطلب مفصل در مورد درمان طبیعی پروستات صحبت خواهیم کرد. احتمالاً با توجه به توضیحات ذکر شده این سوالات در ذهن شما شکل گرفته که برای جلوگیری از بزرگ شدن پروستات چی بخوریم، برای کوچیک شدن پروستات چی بخوریم، چون رژیم غذایی شما میتونه بر سلامت پروستات شما تأثیر بسزایی داشته باشه. پس با افزودن غذاهای سالم به رژیم غذایی خود ممکنه بتونید خطر مشکلات بعدی پروستاتیت از جمله سرطان پروستات رو کاهش بدید. برخی از کارشناسان معتقدند که یه رژیم غذایی حاوی چربی بالا و قند بالا ممکنه در افزایش احتمال بروز پروستاتیت و سرطان پروستات نقش داشته باشه. در ادامه به مواد غذایی میپردازیم که برای سلامتی پروستات مهمن و همچنین مکانیسم اثرگذاری اونها رو هم برای شما بیان میکنیم. قبل از اینکه ادامه مطلب رو برای شما بگیم، برای حمایت از ما لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله رو فعال کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. اولین ماده‌ای که ما به اون میپردازیم گوجه فرنگی است. برخی میوه‌ها و سبزیجات از جمله گوجه فرنگی حاوی آنتی اکسیدانی قوی به نام لیکوپن هستند. تحقیقات نشون داده که رژیم غذایی حاوی لیکوپن ممکنه به کاهش خطر ابتلا به پروستاتیت و سرطان پروستات کمک زیادی بکنه. لیکوپن میتونه شدت آسیب سلولی رو کاهش بده و تولید سلولهای سرطانی رو کند کنه. اگر معده شما مشکل داره و امکان هضم گوجه خام رو ندارید، میتونید از گوجه فرنگی پخته یا پوره شده یا محصولات دیگه‌ای مثل گوجه فرنگی خشک شده و آب گوجه استفاده کنید. یادتون باشه که گوجه یکی از مهمترین عناصر در درمان گیاهی بزرگی خوشخیم پروستات حساب میشه. کلم بروکلی حاوی ترکیبات پیچیده بسیاری مثل سولفورافانه که در کاهش تورم پروستات یا بروز سلولهای سرطانی مؤثره. میتونید کلم بروکلی رو به سیب زمینی سرخ کرده، سوپ و سالاد اضافه کنید یا اون رو به صورت خام یا بخارپز بخورید. البته تأثیر دیگه انواع کلم مثل گل کلم رو هم نباید نادیده بگیرید. انار منبع غنی از آنتی اکسیدانه. آنتی اکسیدان ها ممکنه به جلوگیری از بیماری های مزمن مرتبط با استرس کمک کنند. تحقیقات مؤسسه ملی سرطان آمریکا نشون داده که مصرف منظم آب انار میتونه به حفظ سلامتی پروستات شما کمک زیادی بکنه. میتونید دونه های انار رو به سس سالاد خونگی اضافه کنید تا سالاد مورد علاقه شما شیرین بشه. اگه خوردن آب انار معده شما رو ناراحت میکنه، میتونید اون رو با آب معمولی رقیق کنید و میل بفرمایید. پیاز و سیر. در یک مطالعه مشخص شد که مردان مبتلا به پروستاتیت تمایل بیشتری به مصرف سیر و پیاز دارند. شاید به این دلیل که ضد التهاب و ضد میکروب‌های قوی هستند و برای سلامت پروستات بسیار مفیدند. پس شما میتونید رژیم غذایی حاوی پیاز و سیر رو در برنامه غذایی خودتون بگنجونید. انواع آجیل سرشار از ماده معدنی زینک یا همون روی هستند. زینک به تعادل هورمون تستوسترون
و دیهیدروتستوسترون یا DHT کمک میکنه. این دو هورمون برای جلوگیری از بروز سرطان پروستات بسیار مؤثرن. ماهی‌ها چربی‌های غیر اشباع مانند امگا 3 و امگا 6 اسیدهای چرب ضروری هستند که منحصراً در رژیم غذایی یافت میشن و بدن به طور مستقیم نمیتونه اینها رو سنتز کنه و بسازه. تأمین کافی اسیدهای چرب امگا 3 و امگا 6 با پیامدهای سلامتی زیادی مثل کاهش مشکلات قلبی و عروقی و انواع مشکلات پروستات مرتبطه. چندین بررسی گزارش دادن که بین مصرف بیشتر امگا 3 و خطر کمتر ابتلا به سرطان پروستات و مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات ارتباط وجود داره. ماهی‌های چرب مانند ماهی سالمون، شاه ماهی، ماهی قزلالا و ساردین از منابع غنی این اسیدهای چرب ضروری هستند که برای بدن بسیار نیازند. مؤسسه ملی سرطان آمریکا اخیراً ارتباط بین مصرف سویا و کاهش سطح آنتیژن اختصاصی پروستات یا PSA رو ذکر کرد. PSA پروتئینی است که توسط پروستات تولید میشه. آزمایش PSA که میزان این آنتیژن رو در خون شما اندازه میگیره به عنوان آزمایش غربالگری سرطان پروستات استفاده میشه. نکته‌ای که باید در مصرف حبوبات رعایت کنید اینه که حبوبات رو به صورت پخته شده برای 3 بار در هفته مصرف کنید. خوشبختانه در اغلب موارد التهاب پروستات به کمک دارودرمانی و رژیم غذایی به موقع درمان میشه. بنابراین بهتره که به محض مشاهده علائم ذکر شده در ابتدای این مطلب مثل درد لگن، ادرار یا انزال دردناک به پزشک متخصص اورولوژی مراجعه کنید. عدم درمان انواع مشکلات پروستات میتونه منجر به بروز سرطان پروستات بشه که روند درمانی مشکلی رو داره. ما تو این ویدیو به بررسی غذاها و موادی پرداختیم که به حفظ سلامت پروستات شما کمک بسزایی میکنن. ولی اگر هر کدوم از علائم فوق رو داشتید سریعاً به متخصص اورولوژی جهت ادامه درمان مراجعه کنید. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودین. شیر، لایک و کامنت فراموش نشه. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و همچنین منتظر ویدیوی بعدی ما باشید. خدا نگهدار.